فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی سوالش این بود که از نظر شرعی انسان متأهل تا چند وقت میتونه از همسرش دور بشه؟ در این زمینه در آیات و روایاتی که زمان مشخصی تعیین نشده که حتما باید یک زمان مشخصی باشه که کمتر از اون یا بیشتر از اون در واقع ناجایز باشه. این برمیگرده به توافق خود زن و شوهر که با هم دیگه توافق بکنند و به هر مقداری رو که زن در واقع اجازه بدهد، راضی باشد، از حق خودش بگذارد، شوهر بتواند که دور از منزل یا در شهر یا کشور دیگر در واقع زندگی بکند برای کسب و کار. منتها در آثار اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نقل شده که در زمان خودشون 4 ماه رو تعیین کردند. اینو به عنوان بخشنامه در آورده بودند و اعلام کرده بودند به کسانی که در جهاد هستند و همچنین کسانی که برای کسب و کار هم رفتن. حکمشون هم این است که تا 4 ماه میتونند حتی بدون اجازه همسرانشون در واقع دور از ایشون باقی بمانند. اما همون گونه که عرض کردم در این زمینه زمان مشخصی از در آیات و روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین نشده. این بستگی دارد به خود سلیقه اون زن و شوهر و رضایت و توافقی که در این زمینه در واقع باید داشته باشه.